علیکم السلام و رحمت الله. من میخواستم که بپرسم که اختر سال همین شوهری من رویت نداشتنده بسیار داشته باشه، میگه همین 4 سال داشتگی بسیار اگه داشت خطا نکنم، بعد همه اختر سال قضا کرگهشون چیکار کنم معلومتون؟ هستن صحت سلامت هستن؟ ها خدا رو شکر الحمدلله. گرفته میتوانن؟ شرایط دارن؟ باوری ندارم دیگه. برای چی؟ کسل هستن یا از روی تنبلی؟ نه کسل نه، همین کار مسکوبه در این وقت به شما هیچی، شما اینجا یگان چی ندارید، خودشون باید بپرسند سوالشون جوابش بگیرن از یگان نفر. وقتی که آدم اگر مرده می بود دیگه چیز بود، بیمار می بود چیزی دیگر، آدمی صحت و سلامتی که به از پس کارش است اینجا خودش مسئلهش رو باید حل کند. به شما هیچ رابطه نداره روزه وی ها، روزه وی ها به شما هیچ چی رابطه ندارد. بعد می توانه نصیحت کنید، اما دیگر اگر یکی نگرفتند و چیز دیگر سوال جوابش با خودشان است. سوال جوابش با خودشان است. مادامی که صحت سلامت هستند، اما آدم صحت سلامت برایش فرض است که همه غذاهاش رو گیرد. نگرفته رفت برای کار هست، گفته استادید که کار گفته برای کار هست، برای روزه هم باید پیدا کنن، علل خصوص روزه ها در زمستان میدانید خیلی کوتاه هست. اما شوهرتان از پس این نباشن ان شاء الله ولا تزر وازرة وزر اخرى، شما جوابگو نیستید.